بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و سلام خدمت شما عزیزان. امید است که انشاءالله از همراهی ما در این برنامه خودتون، برنامه‌ای که در واقع گذری است بر زندگی نیاکانمون و شناخت اونها، که در واقع می‌خوایم که شناسنامه خودمون رو بشناسیم که ما کی هستیم، پدران و نیاکان ما کی بودن، چه ایده و مرامی داشتند و برنامه زندگیشون چه بود، بازتاب قرآن و حدیث در زندگی آنها چگونه بود، تا ببینیم که چرا مایی که در زمانی سرآمد جهان بودیم و نامی داشتیم در عالم علم و معرفت و خدمت به جهان اسلام و جهان بشریت، چه شد که ما به یک باره بی نام و نشان شدیم، بی شخصیت و بی هویت شدیم و خودمون رو گم کردیم. نه الان در اون فرازهای بزرگ علمی سیر می کنیم، بلکه امروز هیچ جایگاهی در جهان بشریت نداریم و از جمله انسانهای متخلف و بازمانده از کاروان تقدم بشری هستیم. امروز به یه نقطه بسیار مهمی اشاره می کنم که اون هم در ملت هایی که هیچی ندارند، فرهنگ هایی که وارداتی هستند یا زاده چند زمانی بیش نیستند، اینها همیشه سعی می کنند که یک چیزایی رو یا خودشون بتراشند یا از دیگران بدزدند. مثلا اگر شما تصور کنید فرهنگی مثل آمریکا، چون که خود آمریکا عمری نداره، خب به چه باید بباله؟ به قهرمان هایی که داشت یا به علما و اندیشمندانی که داشت؟ نه، فرزندانش رو چه تلقین کنه که شما ریشه ایتون به کجاست؟ اینجاست که مجبور میشه فیلم هایی درست کنه، آقا سوپرمنی درست کنه، سپایدرمنی درست کنه، مرد آهنین و مرد عنکبوتی و مرد نمیدونم خارق العاده و فلان، و فیلم هاشون هم همین حرفا رو بزنن چون که چیز دیگه ای ندارن. ما در تاریخ عظیممون و تاریخ بزرگ اسلام خب بی نهایت شخصیت ها داریم، علما داریم، اندیشمندان داریم، اما در همین تاریخ اسلام و در همین مسیر اسلام میبینیم که بعضی وقتا یک علفهای هرزه‌ای سر هر چند پگاه از سر از خاک بر میاره. خب این علفهای فرزه رو حتما عقل میپرسه که شما کجایید، کی هستید، چی دارید؟ خب تشیع در جامعه ما همین حالت رو داره. تشیعی که به اصطلاح زاییده قرن 16 میلادی است. این در ایران خب پیش از این ایران با شکوه، ایرانی که در اون علما و اندیشمندان بودن، خب تشیعی نبود. اینها از کجا اومدن؟ خب اینجاست که به اصطلاح هر فرزند شیعه و هر فرزند ایرانی این سوال رو از خودش میپرسه که بزرگان ما که این دین و این مذهب و این مرام را نداشتن، این از کجا سر برآورد؟ بعد مشخص میشه که اینها هیچی در چنته ندارند و یک چیز بادآوردی هست. به هر حال اینجا بود که اینها سعی میکنند که اندیشمندان بزرگی که در مسیر تاریخ بودند اینها رو بگیرن و بدزدن، بیان به اصطلاح تعریف کنن، نوشته های پیشینیان رو کتاب بگن که بابا آقا اینا هم شیعه بودن، ما ریشه داریم در این تاریخ یا در این زمین. خب جالب اینجاست که از بخت قضا سری زده بودم، سفر ما رو کشوند به شهر زیبای تربت جام و در اونجا با یکی از اساتید بزرگ و اهل علم و معرفت و از مفکران ورزیده کشور آشنا شدم و برام یه سوالی پیش اومده بود که آستان قدس رضوی و در خارج مؤسسه های بسیار بزرگی با هزینه های بسیار هنگفت مثل کتابخانه گنجبخش در یا مؤسسه گنجبخش در اسلام آباد پاکستان و نظیر اون در هندوستان و در ترکستان و غیره،
اینها چی کار میکنن؟ چقدر اینقدر عشق و علاقه دارن که مخطوطات و دستنویسه های فارسی علما و اندیشمندان بزرگ رو هر جا که هست اینها رو در بیارن پیش خودشون جمع کنن و این همه هزینه میکنن برای جمع آوری، اما اینی که اینها رو چاپ کنند و در دسترس عموم قرار دهند هیچ اثری نمیبینم. ایشون چیز بسیار جالبی رو گفتن که از وحی تجربه ایشون بود که بله یکی از اهداف این مؤسسه ها اینه که این کتاب ها رو جمع کنند، چون که شیعه در تاریخ این ادبیات فارسی و در تاریخ این زمین جایگاهی نداره و علف هرزه‌ای بیش نیست، نیاز بود که اینا بیان اینا رو جمع کنند و در اینها تحریفاتی بکنند. جالب این بود که همین سفر من رو کشوند به ماهان در کنار کرمان و در اونجا رفته بودم به مرقد شاه نعمت الله ولی. در اونجا که بودم خب لباس منطقه بلوچستان رو به تن داشتم. اون سجاده نشینی که اونجا بود بنده خدا فکر کرد که من از خارج هستم، اومد گفت که فارسی، یعنی فارسی میدونی؟ گفتم بله میدونم. گفت بیا یه چیزی نشونت بدم. جالب این چیزی باعث شد که ایشون بیاد من همین نوشته هایی که روی دیوارها بود و روی سقف بود اینا رو میخوندم و احساس میکردم که ادب این نوشته ها یا ادبیاتی که به کار گرفته شده یه ادبیاتی نیست که انسان بشه بگه که شاعری که این کار رو کرده بسیار شاعر زبردستی بوده، در حالی که خود شاه نعمت الله ولی هم شاعر متوسط و طبعی هست، یعنی به اون در میدان ادب اونقدر ورزیده نیست. با این وجود این شعرهایی که بود بسیار رکیک هم بود. ایشون اومدن و دیدن که من با کنجکاوی این شعرها رو نگاه میکنم و دقت میکنم توش، اومدن و به من گفتن که اینو رو نخون، اینا همش دروغه، چرنده. گفتن چطور؟ اینا از شاه نعمت الله ولی مگه نیست؟ گفت نه اینا همش دروغه، از شاه نعمت الله ولی این حرفای چرند رو نمیزنه. بعد گفت بیا، منو با خودش برد و در دهلیزهایی که این به اصطلاح مرقد داشت من رو برد اونجا رو نشون داد و یک اتاقای کوچیکی بود، یه جایی بود گفت اینجا نوه شاه نعمت الله دفنه، اینجا اتاقی بود که مطالعه میکرد و یک چیزایی که به اصطلاح اونجا هست، حالا به صداقتش تا چه اندازه باشه به هر حال اینها رو به من نشون داد. گفت اینا رو به هر کس نشون نمیدیم و بعد گفت که اینها همه شعرهایی که اینجا هست اینها شعرهای ساختگی هست و شاه نعمت الله ولی یک سنی بسیار متعصبی هم بودن و این رو من میدونستم، اون نیاز نبود که ایشون این حرف رو به من بگن، این رو من خودم میدونستم و از شعرهایی به اصطلاح خب شعرهای شاه نعمت الله ولی خیلی شعرهایی به ایشون نسبت داده شده، اما از شعرهایی که ثابت هست این هست که در وصف خلفای راشدین ایشون میفرمایند که ای که هستی محب آل علی، مؤمن کاملی و بی بدلی، ره سنی گزین که مذهب ماست، ره سنی گزین که مذهب ماست، ورنه گم گشته ای و در خللی. اگر مذهب ما، هویت اصلی ما برگرفته از قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست، اگر این راه رو نرفتی تو خلی در خللی و مشکل داری. رافضی کیست؟ رافضی کیست؟ یکیه دشمن بوبکر. خارجی کیست؟ دشمنان علی، اونی که با حضرت ابوبکر صدیق دشمنی میکنه و با دین مبین اسلام و با یار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دشمنی میکنه، این رافضی هست. و اونی که به حضرت علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین توهین میکنه اون خارجی هست. هر که او هر چار دارد دوست، امت پاک مذهب است و ولی. هر که هر چار یار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو که نمادی از صحابه کرام هستند، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین و حضرت علی مرتضی رضی الله عنهم اجمعین، هر کی اینها رو دوست داره اون در واقع امت پاک مذهب هست و ولی هست. دوستدار صحابه ام به تمام، این هدایت بود مرا ازلی.
این دستور ازلی است که من باید همه صحابه رو دوست داشته باشم. نعمت الله هم و از آل رسول، چاکر خواجه ام خفی و جلی، در همه حال من نوکر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستم. شاه نعمت الله ولی این نمادی از یا به اصطلاح از عرفا و اندیشمندان و شاعران ایران زمین، وقتی ما هم ذکری از شاعری یا از یکی از شخصیت‌های بزرگ می‌کنیم، این معنا نیست که هر آنچه از ایشون به ارث مونده رو ما قبول داریم. نه، ایشون همه این بزرگان و همه این شاعران انسان بودند و اشتباهاتی هم ازشون صورت می‌گرفت، یا بعدها بیشترشون انسان‌های پارسا و زاهد و پاکی بودند، اما بعدها بعضی از افراد بنا به دلایلی، بنا به اصطلاح خب یک فرهنگی شده بود که بزرگی اگر وفات کرد افرادی بیان و برخلاف سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و برخلاف خواسته اون بزرگ بیان بر قبرش یک مزاری و امامزاده‌ای بنا کنند و از اینجا ارتزاق کنند که متاسفانه این در زمانهای مختلف بود و در زمانی که تشیع روی کار اومد دیگه این رونق گرفت و امروز دیگه ما رونقش رو میبینیم که در کشور بیش از 8000 امامزاده رسمی داریم و 16000 امامزاده دیگه داریم که دولت دلخوره که چرا اینا نمیان ثبت نام کنند و به دولت به اصطلاح مالیات بدن و این حرفا. خب شاه نعمت الله ولی از جمله اشخاصی هست که تشیع سعی کرد اون رو بدزده و بگه که به اصطلاح اون شیعه بود. نه این تنها، جالب اینجاست که وقاحت به اون درجه میرسه که بیان بگن که شاه نعمت الله ولی نه اینکه شیعه بود بلکه پیشگوی انقلاب اسلامی ایران رو هم کرده بود. یعنی شاه نعمت الله ولی که زاده سنه 730 هست، 730 یعنی آغاز به اصطلاح در دوره اول قرن هشتم و وفاتشون به اصطلاح عرفای سده هشتم و نهم دیگه شمرده میشن. وفاتشون در سال 833 یا 834 بوده. این عارف اومده مثلا این افراد گمان میکنن که ایشون به اصطلاح از انقلاب آقای خمینی اطلاع داده که یه روزی آقای خمینی نامی هم سرکلش تو این سرزمین پیدا میشه. جالب است که به اصطلاح کسایی که خودشون هیچ بار و بنه و ریشه‌ای در عمق فرهنگ و ثقافت یک سرزمین نداشته باشند دیگه خودشون رو به هر چیزی آویزو میکنن و هر چیزی رو که از دهنشون در بیاد هم میگن و یه مقداری هم به عقل و اندیشه و خرد دیگران احترام هم قائل نیستن. این حرفا به اصطلاح منو یاد اون شعرهایی که از اقبال لاهوری هم یکی از شاعران زبردست هند هست، لاهور پاکستان مثلا اون زمان هند، که به زبان فارسی هم اشعارشون، بیشتر شعرشون البته به زبان فارسی هست. از 9 دیوانی که دارن 6 تاش فارسی هست. ایشون در بعضی از ابیاتشون در وصف جوانای سرزمین فارس فرموده بودند: چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان شما، جان من و جان شما. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل، آتشی در سینه دارم از نیاکان شما. اقبال میاد به ما میگه که ای جوونا، من در سینه هم یک آتشی دارم از نیاکان شما، که نیاکان شما یه هویت اسلامی اصیل داشتن و تونستن که در دنیا نقش ایفا کنن و نگران نباشید. این به اصطلاح سیستمی که در جامعه شما هست، این تشیع فرو خواهد ریخت و از بین خواهد رفت و شما یک انسانهای وارسته‌ای در میان شما میان و شما رو بیدار میکنن و شما باز همون شعله روشنایی خدمت به دنیا و بشریت رو به دست میگیرید و به پیش میرین. اقبالی که میخواد این رو برسونه، این آقایون اومدن گفتن ببین، گفت که میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند. این آقای خمینی رو حتما اقبال هدفش انقلاب اسلامی ما بود.
جالب اینجاست که کدوم غلام رو شکست، کدوم زنجیر غلامی رو شما شکستید؟ شما که مردم رو بدبخت و غلام و آواره و بیچاره کردید. در هر حال بریم روی اصل مذهب خودمون و روی اصل به اصطلاح حکایتمون. شاه ولی الله، شاه نعمت الله ولی در همون ابتدا به اصطلاح به شیراز سفری داشت که اون وقتا شیراز مرکز اصلی دروس فقه و مذهب اهل سنت بود. باید اهل شیراز این رو به خوبی گوشواره گوشهاشون بکنن که نیاکاتشون چه هویتی داشتن. بعد از اون ایشون سفرهای زیادی داشتند به مصر و حجاز و ترکستان و جاهای دیگه مختلفی از ایران سفرها کردند و این سفرهای شاه نعمت الله ولی باعث شد که از ایشون یک انسان خوبی پرورده بشه. اما قصه هایی که در این باب میگن و افسانه سراهایی که میگن، وقتی که به اصطلاح افرادی میان دست میکشند بر ادبیات یا میراث یکی از شخصیت ها، بنا به اون پیش زمینه‌ای که در خودشون هست میان به اصطلاح اون ابیات رو میفهمن. جالب اینجاست که مثلا شاه نعمت الله ابیاتی دارند که میفرمایند ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم، صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم. یعنی ما این انسانی که از خاک هست، ما این رو میتونیم تغییر بدیم و ازش یک انسان نمونه و وارسته و یک عارف و یک زاهد و یک پارسا درست کنیم. اون وقت میان در افسانه سراهای میگن که این قصهش چی هست؟ قصهش اینه که یه روزی شاه نعمت الله یه سنگی دید رو زمین افتاده بود، این سنگو گرفت داد به یکی از مریدان، گفت آقا برو در بازار پیش این کیمیاگران و جوهر فروشان بگو که این سنگو قیمتش چنده، نفروشیش ها، برش گردونی. خب این رفت اونجا، اون جوهر فروش وقتی این سنگ رو دید، این سنگ به الماس و لعل و زمرد تبدیل شده بود و خیلی به اصطلاح قیمتی بود که اون بنده خدا مون که چه قیمتی روی این بذاره و گفت که این قیمتش خیلی هست که دیگه از به اصطلاح پاره لعلی است که من در عمرم مثل این ندیدم و نمیتونم این رو قیمت بذارم. بعدش اومد و این سنگ رو داد به شاه نعمت الله ولی. شاه نعمت الله این رو سایید و از این شربتی درست کرد و داد به مریدان که خوردند. آقا شربت سنگ. خب بعد دیگه این شعر رو گفت که اینا همش به اصطلاح برعکس. یعنی یه شعری داریم بعد طرف نتونسته که به اصطلاح این شعر رو بفهمه، دیگه مجبور شده که همین قصه خیالی رو در بابش درست کنه. ما خاک ره را به نظر کیمیا کنیم، صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم. در حبس صورتی مچنین شاد و خرمیم، بنگر که در سراچه معنا چه ها کنیم. رندان لاابالی و مستان سرخوشیم، هوشیار را به مجلس خود کی رها کنیم. موج محیط و گوهر دریای عزتیم، ما میل دل به آب و گل آخر چرا کنیم. در هر حال از جمله شعرهای بسیار زیبایی که شاه نعمت الله ولی دارن و البته ایشون هم اشاره بشه که اهل تلاش و زحمت بودند و هرگز تنبلی رو برداشت نمی‌کردند، تصوف رو به معنای کار می‌دونستند و از جمله توصیه‌ها و سفارش‌هایی که به مریدان خود می‌کردند این بود که برای تصفیه دل و تزکیه نفس باید در خدمت خلق باشند و در خدمت مردم کوتاهی نکنند و در بین مردم زندگی کنند. ذکر حق ای یار من بسیار کن، گر توانی کار کن در کار کن در بین مردم. و به زراعت و زحمت کشی هم خیلی به اصطلاح زحمت میکشیدند و در وصف چهاریار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمودند 4 حضرت در یکی حضرت نگر، نعمت الله بین و آن نعمت نگر. این نعمت بزرگ الهی رو ببین که همه صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در خود پیامبر خلاصه میشند و اینها در واقع از سرچشمشون از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. چشم بینا گر تو را داده خدا، دیده بگشا حضرت عزت نگر. عالمی را نقش بسته در خیال، گر نظر داری در این قدرت نگر. و در جای دیگه به اصطلاح قضیه یارغار بودن
یار غار بودن در ادبیات فارسی خیلی مهم هست. همیشه این رو میشنویم که فلانی یار غار فلانی هست و این همه برگرفته از حکایت سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مسیر هجرت هست که حضرت ابوبکر صدیق یار غار ایشان هستند و به اصطلاح در هر جایی که این معنا میاد میبینیم که به گرد کوه و بیابان دگر نخواهم گشت، به غار دل روم و یار غار خود باشم. شاه نعمت الله ولی از جمله عرفایی هست که شاگردانش رو دعوت میکنه به کار و تلاش و تصوف به شیوه حضرت ابوبکر صدیق. ابوبکر صدیق رو صوفیان رأس تصوف میدونند. ابوبکر صدیق با اون شجاعتش، با اون و اینی که دنیادار بودن بسیار با تصوف تضادی نداره و این جمله رو از حضرت ابوبکر صدیق نقل میکنند که اللهم ابسط علی دنیا و زهدنی فیه، بارالها دروازه های دنیا رو به روی من بگشای و مرا زاهد بگردان. اینی که دنیا رو من در دستم داشته باشم نه در دلم و در راه خدا انفاق کنم. این منهج و مرام زندگی بود که عرفای ما داشتن، مرام عزت نفس، مرام کار و تلاش و مرام افتخار به هویت اصیل خودشون که برگرفته از سنت و قرآن هست و نفرت داشتن از کسایی که با صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و با دین اسلام در ستیزند و به خصوص رافضیان که شیعان که در این منطقه کم کم داشتند